جدیدترین عطر لاین پرطرفدار لیبر از برند ایو سن لوران معرفی شد. عطری که آفتاب در میان شنزارها بهش بوسه زده. درود، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از خلیفه چی. این ویدیو مخصوص خانوماست و یه عطری بخوام براتون معرفی کنم که جدیداً معرفی شده و خیلی هم تو همین مدت کم ترند شده. لیبر نسخه Flowers and Flames. Flowers and Flames یعنی گلها و شعله ها. خب این عطر یه ترکیب خیلی خوبی از گلای سفید داره، در کنارش اون شعله ها نمایانگر یه حس و حال گرم و پرقدرت ادویه‌ایه که توی این عطر حس میشه. البته همینجا بهتون بگم که عطر ادویه‌ای نیست، اما وجه‌های ادویه‌ای از یه سری نوت‌ها رو قراره تو عطر داشته باشه. این عطر تو سال 2024 به بازار معرفی شد. به صورت کلی میتونم بهتون بگم یه عطر میشه گفت 4 فصل شیرین گلیه. این عطر توسط آقای کارلوس بنایم طراحی شده. عطرساز میتونم بهتون بگم مای وی، ویکتور انراف فلاور بوم و حتی نسخه های قبلی لیبر اینتنس و لیبر ساده میشه گفتش که خب عطرساز خیلی معروفی هم هستن و خود عطرهای برند دیزاینری YSL توسط پرنت کمپانی لوریال داره حالا بحث مارکتینگ میشه و داره طراحی میشه و به بازار داره عرضه میشه. اینم در نظر داشته باشید. از خود این عطر اگه رایحه‌اش بخوام بهتون بگم، یه رایحه‌ای داره که خیلی برای شما یادآور نسخه اولیه لیبر میشه، همون لیبر ساده که با بهش میگن لیبر EDP به اضافه لیبر اینتنس. ترکیبی از این دوتا عطر رو خواهید داشت در وقتی که باهاش مواجه میشید. از نوتاش اگه بخوام بهتون بگم، خب این عطر یه داستان جالبی توی نوتاش داره. توی تاپ نوتش ما استخوان داریم به اضافه یه شکوفه پرتقال. توی نوت‌های میانی گل سوسن داریم به اضافه یه حس و حالی از که بهش میگن کوکو پالم. تا اینجا داشته باشید بهتون توضیح بدم. توی بیس نوت هم ما وانیل داریم. اما داستان این نوتا چیه؟ خب ما استخوان برای میشه گفتش که لوندر دیواه برای فرانسه یکی از با کیفیت ترین استخوان هاست. شکوفه پرتقال اون برای مراکشه که مراکش، تونس اینا توی وایت فلورالا بسیار قوی هن، تو جزمین، تو گل مریم و حتی همین شکوفه پرتقال خیلی میشه گفت چون خاکشه به خاطر آب و هواشه خیلی خوب اونجا کیفیت بالایی دارن. و گل سوسن که اینجا حالا یه حس و حالی از وایت فلورال داریم به اضافه حس و حال ادویه‌ای که بهتون گفتم در ابتدا از این نوت قراره بگیریم. و اون کوکوپالم داستان جالبی داره که ما اگر درخت اون نخل نارگیل رو که در نظر بگیریم، کنار خود میوه نارگیل یه سری گل‌هایی هست که اون بهش میگن کوکوپالم. خود این گل‌ها یه حس و حالی از فضای کریمی دارن. این حس و حال کریمیه به اضافه فضای اون سنشوال گل‌های سفید رو در نظر بگیریم ما توی کوکوپالم داریم. و جالب بهتون بگم این درخت توی باغ اوریکا که باغ اختصاصی برند YSL داره رشد میکنه و اونجا دارن از این نوت استفاده میکنن. خیلی اینم داستان جالبی داره که میخواد بگه که این آفتابی که روی شنزارها هست و رنگی که میبینید، رنگ شنزارها نمایانگر رنگ مایع درون بطری خود لیبر فلاورز اند فلیمز. حس و حال جالبی داره. و حالا بریم سراغ رایحه که ببینیم خود لیبر فلاورز اند فلیمز چه رایحه‌ای داره و به کدوم یکی از عطرهای لاین لیبر شبیه تره. خب توی شروع که شما وقتی عطر اسپری میکنید به نظر من که خیلی سورپرایز نمیشید، مثل همون حسی که من توی فرست ایمپرشن با این عطر داشتم
داشتم چند ماه پیش واقعا غافلگیر نشدم. چرا؟ مخصوصا توی شروع خیلی یادآور همون لیبر اولیه، لیبر اینتنسه. توی تاپ نوت و توی نوت‌های میانی بسیار شبیه به این دوتا عطره و شروعش یه حس و حال استخودوس داره. خب استخودوس امضای کل لاین لیبره، یعنی ما بخوایم اگر یکی از بارزترین عطرهای استخودوسی خانومانه رو نام ببریم میتونیم رجوع کنیم به لاین لیبر. و در کنار استخودوس ما شکوفه پرتقال رو داریم. این شکوفه پرتقال هم یه حس سنشوال ایجاد میکنه، هم یه پل خیلی خوبی میشه بین تاپ نوت تا نوت‌های میانی. چون ما نوت‌های میانی هم گل سوسن داریم، هم اون کوکو پالمه، که این رابطه خیلی خوب میشه تا ما بتونیم رایه رو خیلی قشنگتر حس کنیم. توی نوت‌های میانی این کوکو پالمه خیلی به نظر من جذابه، هم یه حس کریمی داره، هم یه حس وایت فلورال داره. ترکیب این دوتا با هم خیلی به این گل سوسنه جنبه خوبی میده. و از این ور به بیستوت هم شما در نظر داشته باشید دیگه، اینجا رو در نظر بگیرید. بیستوتی که ما وانیل داریم، خود وانیله یه حس سویت خیلی قوی داره. این حس شیرینیه با اون حس شیرینی کرمی ماننده خیلی هارمونی عطر رو قشنگ میکنه. خود وانیله رو بهتون بگم، وانیل بوربونه که برای ماداگاسکاره. این وانیل داستانش چیه؟ با یه روش خیلی متفاوت استخراج میشه که بهش میگن جانگل اسنس، یه روش اختصاصی که رایحه رو خیلی میشه به قول معروف گفت خاص و منحصر به فرد میکنه توی عطر. داستان چیه؟ یه حس اسپایسی وانیل رو توی این روش استخراج ما بیشتر میتونیم داشته باشیم. ترکیب حس اسپایسی و اون گرمای وانیل که حالا شاید این وانیل که اینجا حس میکنید با وانیل بوربون مثلا مارلی آلتایر متفاوت باشه، اونم به خاطر روش استخراجش. یعنی کلا ما یه ماده رو اگر بیایم از چند تا روش متفاوت استخراج کنیم، مثلا 100 تا گل رز رو که بهتون بگم شما بیشتر متوجه بشید، میبینید که گل رز بعضی جای گل بوی هرمی میده، بعضی جا مثلا یه بوی خیلی فرش وکسی مانند میده، بعضی جا میبینید که بوی مثلا روز اوتو رو میده، یه روز خیلی متفاوته. دلیلش به خاطر اون روش، حالا فارغ از اون اصل را متریالی که ما داریم از کجا استخراج میشه، روشی که ما اسنشیال اویل رو از اون میخوایم ماده به وجود، از اون ماده یا همون را متریال بکشیم بیرون، خیلی توی بوی نهاییش تاثیر میذاره. اینجا هم همینه، ما وانیل مثلا بوربون ماداگاسکار رو داریم، اما اون روش استخراج نوت وانیل باعث تفاوت توی بوش میشه. چه پرانتز بزرگی باز کردم. میخوام یه تفاوت و شباهت کلی بین این 5 تا لیبری که من براتون معرفی کردم بگم. به نظر من لیبر لابسولو پلاتین رو کلا بذاریم کنار، چون ظرف رایحه‌اش متفاوته. خیلی من خودم رد لیبرا رو توش حس نمی کنم، خیلی کم رنگه. با لیبر معمولی و لیبر اینتنس که شروع کردم بهتون گفتم خیلی شباهت زیادی داره، مخصوصا تو تاپ نوت و نوت‌های میانیش. علاوه ماندگاری هم میشه گفت از لیبر ADP دو پرفیوم همون اولیه ماندگاریش بیشتره، از لیبر اینتنس یک کوچولو کمتره. از لحاظ ماندگاری از لیبر لپارفوم خب ماندگاریش کمتره. اگر مثلا خیلی رایحه سنگین‌تر می‌خواید، خیلی مجلسی‌تر می‌خواید به اصطلاح، لیبر لپارفوم گزینه خوبیه. اما اگه می‌خواید بیاید سبک‌تر بشه، چون من خیلی موقع دیدم که و خانوما میگن لیبر خوبه ولی شاید ماندگاریش کم بشه، بیایید به سمت لیبر اینتنس. لیبر اینتنس رو تست میکنن، میگن آقا این یه ذره وانیلی شده، ما دوست نداریم. این لیبر فلاورز اند فلیم یه چیزی بین لیبر اینتنس و لیبر معمولیه. تجربه متفاوتی میتونه بهتون داشته باشه. ماندگارش هولوش 8 نمره میگیره، به نظر من عملکرد خیلی خوبی داره. عطر آچار فرانسه از شما با هر استایلی تو هر موقعیتی هر فصلی خواستید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر تجربه تست این عطر داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید و قبل از خرید این عطر حتما ویدیو کامل رو تو یوتیوب ببینید و البته حجم کمتر دکانتش رو تهیه کنید، بعد برید سراغ حجم کامل. خیلی ممنون. تا یه ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه از خلیفه چی. فعلا خدا نگهدارتون.